یه باور غلطی وجود داره که تصور برخی بر این هستش که باید حتما برای یادگیری سوالات تئوری گواهینامه رانندگی اپلیکیشنی رو که فارشوله‌ها ارائه میدن خریداری کنن و با اون تمرین کنن، در حالی که اصلا اینطور نیست و هیچ اجباری برای خرید اپلیکیشن فارشوله‌ها وجود نداره. شما میتونید رایگان و یا با مبلغ خیلی کمی به راحتی از اپلیکیشن مورد تایید اداره راهنمایی و رانندگی یا همون LBW Landesbetriebsverkehr برای یادگیری سوالات تئوری استفاده کنید. این اپلیکیشن کدوم اپلیکیشنه؟ اپلیکیشن فوقشاین 2026 که البته هر سال اون عدد 2026ش به سال جدید تغییر میکنه، یعنی سال که عوض میشه اون هم شمارش میشه مثلا 2027. این اپلیکیشن 3 مدل داره. مدل بیسیکش که به صورت رایگانه و تمامی سوالاتی که در امتحان تئوری میاد رو داره، ولی دسترسی شما به برخی از امکاناتش محدوده و همه امکاناتش رو نمیتونید استفاده کنید و برای استفاده از اون امکانات دیگرش بهتره که شما مدل فوقشاین 2026 پروش رو خریداری کنید که مبلغش 5 یورو و 99 سنته و مدل سومش مدل گلدشه. همونطور که توی عکس لوگوش میبینید زبونهای مختلفی رو گذاشته. توی این مدل 13 زبون مختلفی که میشه باهاش امتحان گواهینامه آلمانی رو داد وجود داره. یعنی کسانی که میخوان به زبان انگلیسی امتحان بدن یا هر زبان دیگه‌ای بهتره که این اپلیکیشن رو خریداری کنن که مبلغش 9 یورو و 99 سنته.